باشه که فرضی برای ما خونده نمیتونیم. برای همه شهرونده تاجیکستان فرضی که ما مسلمان نمازمون در با تمام خونده نمیتونیم. ما گناهکاریم مگه؟ ما برای زندانی میکنن. لیشو میتراشن. نه یک ویدیو را تماشا کردم که در تیرامو درخت نوک گل کرده است. درخت نوک در تاجیکستان گل کرده است. این همین روز ما همین ساعت تماشاش کردیم. درخت نوک این که چی نشانه دارد؟ این روز جوانای تاجیک ما باوری دارن که همه بیدار شده که همه بیداره. همه باوری دارن که نمیخواد جوانی که جمع شده که انشالله ما باور داریم. ما میگیریم این مولی را میریم ولی برای دفع شو در کار نیستی. این قدر جوانت نظر که ما نه پدر را دیدیم نه میری موزه را دیدیم نه میری فرزند را دیدیم. همه غریبیم در اینجا خاموشیم. مجده پدر ما را دیدم حالا من 9 سالش مهاجرم 9 سالش با 16 سالگی مهاجرم در همینجا. من پدر ما ندیدم مادر ما ندیدم زن ندارم. تو 25 ساله شدم من زن ندارم. اینو چی زن ندارم بلم من میترسم که فقط زن گیر با 2 ماه من در مسکرم زنی من در اونجا فرزندی من در اونجا من فیلم فرزندی که شیرین است باید داده است گریفتی باید دهن آسانه است که 2 میلیون مهاجر داره 8 میلیون اهالی داره در تاجیکستان. فقط مستفید زنک دختران مونده است کودک ها دیگر همه جوانان در همینجا هستند. خیتایی های میز آمدن در تاجیکستان کار میوان برای چی جوانان شهرونده تاجیکستان جای کاری افتاد نمیتونن. برای چی بیزنس میدای سوداگری تاجیک میلیاردرهای تاجیک در تاجیکستان کار کردن نمیتونن تجارت خودشون پیش بردن نمیتونن. برای چی همسایه که شهرنامه بسته نمیتونن رها و محکمه تو که با همسایه دوست نباشی یا با الله قسم تو یکان کار پیش نمیره. واقعی ازبکستان را همون محکم کنه که تجارت برو با روسیه ما دیگه دولت ها فروخته نمیتونیم. گاز هم محکم کنه است که تو 2006 گاز بود در تاجیکستان. این کثافت این ایسار آمد تمام زمین پاک شد. امام علی تا ایسار آمد